نکته خیلی مهمیه برای مادرانی که فرزند اوتیسم دارن. این ماده مغذی که در روایات اهل بیت اطهار علیهم السلام ازش نام برده شده بسیار کمک میکنه به بچه‌ها و کسایی که مشکلات شناختی دارن و حتی مشکلات بیقراری دارن و کارهایی که نباید انجام بدن و انجام میدن. لذا خیلی دقت کنید. یکی از رموز درمان بچه‌های اوتیسم و یکی از رموز بهبودی بچه‌هایی که مشکلات شناختی دارن از طریق طب اهل بیت اطهار علیهم السلام این ماده مغذی است که میخوام امروز بهتون بگم. روایات عجیبی داریم براش. پیامبر اکرم فرمودن این ماده مغذی ماده‌ای است که برای برادرم حضرت یونسه و خدا خلق کرد برای حضرت یونس این ماده رو و اگه خدا سراغ داشت سبکتر از این برای یونس خلق میکرد. این ماده مغذی چیزی نیست جز کدو، به اصطلاح کدو حلوایی. پیامبر اکرم به کدو حلوایی خیلی علاقه داشتن و زیاد توصیه میکردن که علی جان کدو زیاد بخور. یکی از خواستی که برای کدو ذکر کردن اهل بیت اطهار و پیامبر اکرم علیهم السلام اینه که کدو بر خرد و عقل انسان میافزاید. اینقدر پیامبر خدا از کدو خوششون میومد. نقد زیاد داریم که حضرت وقتی کدو براشون میآوردن حتی اگر اثر کمی از کدو بر ظرف مانده بود اون اثر هم میخوردن، به اصطلاح ما انگشت میکشیدن که اثر کدو بر ظرف نماند. در روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودن هر غذایی که میخواید درست کنید درش کدو بریزید، یعنی هر خورشتی که بار گذاشتید توش کدو بریزید و کدو هم زیاد بریزید، چون کدو دل هر غمگینی رو شاد میکنه. یکی از عواملی که باعث پیشگیری یا حتی میتونه بهبود و درمان افسردگی بشه خوردن زیاد کدوه. لذاست که امیرالمومنین